کدام پیامبر زمانی که میخواست فرزندش ذبح کنه کار در گلون فرزندش برد کش کرد گلونش نبرید؟ حضرت عیسی علیه السلام. نه فکر کن از کده قبل علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز خوش آمدین به یک دیگر از برنامه ما. امروز با تیم همکار در یکی از نقاط دیگری ولایت قندوز آمدیم. البته سوژه و منوال برنامه ما قسمی است که از همشهریان ولایت قندوز یعنی هموطنان ما دو سوال میکنیم که از دو سوال هر کدامش فهمیدن یک سیرت النبی برنده میشن. پس در ادامه گزارش ما را همراهی کنید. چال در استاد؟ شکر سه بخیر سلامت باشین. اسمك چی است؟ سید حمیدالله. استاد سید حمید. دو سوال از پیشتان پرسان میکنیم که اگر یکش فهمیدین یک کتاب سیرت النبی برنده میشین. آماده هستین؟ توکل به خدا. سوال: پیامبر صلی الله علیه و سلم او دو شخصی که یعنی در عقبشان یعنی دعا کرد که یا الله توسط یکی از یا اسلام عزت بده، اسم اون شخص چی بود؟ حضرت عمر و ابو جهل. ماشاءالله جزاک الله احسن. شما سیرت برنده شدین. استاد جان محمد همل کدام پیامبر برادرانش در طفولیت در چاه انداختند؟ یوسف علیه السلام. ماشاءالله جزاک الله احسن. شما برنده یک سیرت مبارک در زندگی نامه پیامبر خدا که او نوشته شده تعریف شده برنده شد. چی حال داری؟ الحمدلله خوب. بس نامه چی است؟ اسمم عباس. عباس جان دو سوال از پیش پرسان میگم، یعنی دو چانس داری که در دو چانس دو سوال از پیش پرسان میگم. اگر فهمیدی یک سیرت یک کتاب سیرت النبی جایزه برنده میشی. درست است؟ درست. بخیر بود. کدام پیامبر زمانی که میخواست فرزندش ذبح کنه کار در کش کرد در گلین فرزندش ولی نبرید؟ کدام پیامبر بود؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام. ماشاءالله احسن. جایزه سیرت شما برنده شده. نامه چی است؟ شیر افضل. شیر افضل. او نام بتم شیر از خیلی سوالم دو شیر ور جواب بده. زندگی نام پیامبر خدا دیگه سیرت النبیش نصیب میشه. درست است؟ صلی الله علیه و سلم. از آماده است ان شاء الله سوال پرسان کنم؟ بله. دو سوال داریم، اگه یک شفا میدی یک سیرت برنده میشه. درست است؟ کدام پیامبر زمانی که میخواست فرزندش ذبح کنه کار در گلون فرزندش برد کش کرد گلونش نبرید؟ حضرت عیسی علیه السلام. نه فکر کن از کده قبل تر آمده بود. فکر کن از فرزندایش مثلا یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام یا فرزندایش میشد. اب الانبیا هم برش میگن، پدر پیامبران. آدم علیه السلام. یک پیامبری اولوالعزم هم هست. فکر کن نشد. خب خیر مشکل نیست. یک سوال نفهمیدی او ابراهیم علیه السلام بود. کی بود؟ ابراهیم علیه السلام که فرزندش زمان میخواست ذبح کنه چون امری الله بود، در خواب بود. خواب پیامبرا حق است. بنابراین وقتی که زمانی که در عالم حقیقت در زندگی میخواست ذبح کنه کارت نبرید، گلونش از آسمان ندا آمد، یک گوسفند به جایش ذبح شد. خب سوال دوم، چانس دوم، کدام پیامبر اومد است ان شاء الله دیگه کدام پیامبر بدون پدر و مادر به دنیا آمد؟ حضرت عیسی علیه السلام. ماشاءالله اینا دیگه نام شعر و صوت کدی قدم میجا. قبلا خوانده بودی؟ بله. جایزه برنده شدی کتابی سیرت تقدیم شما. نامک چیست؟ احمد عباس. احمد عباس. متعلم هستی محصل؟ متعلم. متعلم هستی. خب دیگه حالا خورد هستی باید متعلم باشی. دو سوال از پیش پرسان میکنم، اگر یکش فهمیدی یک کتاب سیرت برنده میشه. درست است؟ صحیح ان شاء الله. کدام پیامبر در خردترکی بیادرش در چاه انداخت؟ یوسف علیه السلام. یوسف علیه السلام. ماشاءالله ماشاءالله. قبلا خوانده بودی را؟ خواندم سوال پرسان. این سوال نکرده امتحان مکتب میفهمی؟ بالکل. امتحان چهارم دیر کردیم؟ نه تعلیم. این خیلی کتاب تو برنده شدی. برو بخوان میشه که از سوالای تعلیم تربیتان بیایم و بخیر باشه. بخیر. خدا چی؟ الحمدلله. نامک چیست؟ نام شعیب. نام برآمدی. خیر. متعلم هستی محصل؟ محصل هستم. دو سوال دارم بیادر، اگه دو سوال یک شفا میدی یک سیرت النبی برنده میشی. درست است؟ آماده هستی؟ آماده است. سوال اول ان شاء الله که سیرت النبی مطالعه کرده دیگه، ان شاء الله اگه مطالعه کرده باشی میفهمی. سوال اول: پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد دو شخص که دعا کرد یا الله توسط یکی از یا اسلام عزت بده، نام اون دو شخص چی بود؟ اونا عمرین بود که یکش حضرت عمر رضی الله عنه بود و دیگرش ابو جهل بود. ابو جهل. الله اکبر. ماشاءالله احسن. قبلا خوانده بودی؟ بله. شما برنده یک سیرت النبی شدین. اینم تقدیم شما. تشکر. بخیر باشه ان شاء الله که از مستفید شید. خیر.